نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم در هر نقطه از ایران عزیز که قرار دارین حال دلتون خوش باشه. تو این ویدیو آموزشی و تو این جلسه قراره در مورد ترتیب صفات یا order of adjectives با هم صحبت بکنیم. اگه ویدیو جلسه قبلی ما یا همون جلسه 27 رو دیده باشین، ما اومدیم در مورد ترکیب وصفی و در حقیقت موصوف و صفت با هم صحبت کردیم به طور کامل. یه سری مواردی رو گفتیم، در مورد کلمه ترکیب با هم صحبت کردیم، گفتیم ترکیب یا اضافیه یا وصفیه. بعد وصفی رو گفتیم موصوف صفت هست. یه سری ویژگی های در مورد صفت و موصوف گفتیم به صفت کلمه‌ایه که میاد و موصوف رو توصیف میکنه، یعنی یه اسم رو میاد توصیف میکنه، ویژگی های ظاهریش رو میگه، یه توضیحاتی راجبش میگه. تفاوت صفت تو زبان فارسی تو زبان انگلیسی رو گفتیم که ترتیبشون متفاوت بود و غیره. تو این درس میخوایم ادامه بدیم مبحث صفت رو. خیلی راحت این جلسه، اصلا در حقیقت نگران نباشین، فقط دقت و تمرکز اینجا باشه. این جلسه رو میشه خیلی راحت تمومش کرد، چون این جلسه یه سری مواردی داره که بیشتر حفظیه و به یاد سپردنیه تا اینکه درک بشه از لحاظ مفهومی. برای همین ما ناچار خواهیم بود که یه سری مواردی رو در حقیقت حفظ بکنیم، به یاد بسپریم تا دچار مشکل نشیم. نکنید ما گاهی اوقات برای اینکه بخوایم یه چیزی رو توصیف بکنیم، اولا گفتیم که صفت یه اسمی، یه کلمه‌ای که میاد اسم رو توصیف میکنه. مثلا گفتم گل زیبا. ما گاهی اوقات از چندین صفت استفاده میکنیم برای توصیف یک چیز. پس دقت کنید، ما گاهی اوقات از چندین صفت توی یک جمله استفاده میکنیم برای اینکه یک چیز رو توصیف کنیم. چطور؟ الان من میگم در بزرگ. من در رو دارم با بزرگ بودن توصیف میکنم دیگه، درسته؟ یعنی یه صفت به کار بردم. الان من میتونم بگم در چوبی بزرگ، درسته؟ الان اینم میشه دیگه بگم، درسته؟ انگار دو تا صفت آوردم، یه دونه بزرگ یه دونه چوبی، یعنی دارم یه ویژگی دیگه ظاهری این در رو که چوبی بودنشه اونم میگم، درسته؟ الان نگاه کنید، در چوبی آبی بزرگ، یعنی یه دری که رنگش آبیه، جنسش چوبیه و اندازش هم بزرگه. یعنی از 3 تا صفت استفاده کردم برای اینکه این در که اسم منه یا موصوف منه رو توصیف بکنم، درسته؟ تو انگلیسی هم همینطوره، ما میتونیم از چندین صفت پشت سر هم استفاده بکنیم برای اینکه بیام یه اسمی رو توصیف بکنیم، موصوف رو توصیف بکنیم. ولی خب خود این به کار بردن متفاوته. ما اول باید بیام با انواع صفت آشنا بشیم که صفت میتونه چه چیزی رو شامل بشه، این توصیف کردن شامل چه چیزهایی میشه، بعد بیایم ترتیب اینا رو با هم یاد بگیریم. خب صفت یا همون adjectives، نکنید دوستان، اینا انواع صفت ما هستن. اولین صفت تعداده. آقا همه اعدادی که توی انگلیسی وجود داره، چه اعداد به صورت دقیق باشه چه به طور تقریبی، اینا همشون نوعی صفت محسوب میشه. الان من میگم کلاس اول. کلاس اول، این اول یه صفته، دارم کلاس رو توصیف میکنم با این اوله، میگم اون کلاس اوله. ناکن یه ویژگی از اون کلاس رو دارم میگم، کلاس دوم نیست. پس ناکنید همه اعداد چه ترتیبی چه شمارشی صفت هستن، یا هم اعداد تقریبی. مثلا چه؟ مثلا میگم تعدادی، مقداری، مثلا مقداری شکر، تعدادی مثلا ماشین. این تعدادی خودش صفته دوستان عزیز، این تعدادی خودش صفته. صفت بعدی ما کیفیته. مثل چی؟ مثل نایس، خوب، مثل نیت، مرتب، مثل بیوتیفول، زیبا. اون چیزهایی که در مورد یه ایده، یک نظر، یک کیفیت رو شامل میشن. الان مثلا expensive، گرانقیمت، این خودش کیفیت یک ایده است. چیپ، ارزان، این خودش یه ایده رو داره نشون میده. پس دومین صفتی که ما یاد گرفتیم کیفیت بود. سومین صفت ما اندازه است که مثال در رو زدم. بزرگ و کوچیک بودن، نمیدونم کوتاه و بلند بودن، اینا همشون به نوعی صفت محسوب میشن. چطور؟ مثلا من میگم کوه بلند، دارم من این کوه رو با بلند بودن توصیف میکنم. پس بلند صفت اندازه ما هستش، پس اینم یه نوع صفت. مورد بعدی ما سنه.
سن یا قدمت یا سن خودش یه صفته. مثلا میگم young یعنی جوان، young یعنی جوان. elder یعنی بزرگسال، این خودش صفته. new یعنی جدید، داره قدمتش رو نشون میده. old یعنی قدیمی، old یعنی قدیمی. vintage یعنی بسیار قدیمی. حالا همه اینا رو ما میتونیم به کار ببریم. شکل، مورد بعدی، صفت بعدی شکله. آقا دایره بودن، round، square مربع بودن، triangle مثلث بودن. الان من میگم round table، یک میز گرد. دارم این میز رو با شکلش که دایره است توصیف میکنم، یعنی صفته. پس شکل هم یه نوع صفته. پس چی شد تا به حال؟ تعداد، کیفیت یا ایده، اندازه، سن یا قدمت و شکل. مورد بعدی رنگ. آقا همه رنگ ها میتونن صفت باشن. مثلا رنگ کتاب، a blue book، یه کتاب آبی. a blue notebook، یه دفتر آبی. دارم دفتر رو با آبی توصیف میکنم، یعنی آبی به عنوان صفت استفاده میشه، هر رنگ. حالا red، dark، light، همه اینا میتونن رنگ محسوب بشه. مورد بعدی ما ملیت هستش دوستان. الان میگم من یه ماشین ایرانی خریدم، اون یه ماشین ایرانیه، اون یه ماشین خارجیه. نه کن این خارجیه ملیت رو داری نشون میده دیگه. اون ماشین آلمانیه، موتور اون ماشین آلمانیه. مثلا فرض مثال اون ماشین فرانسویه، دارم ماشین رو با فرانسوی بودن توصیف میکنم. پس ملیت خودش یک در حقیقت صفته. ایرانیان، ایراگی، فرنج، جرمن، اینا همشون به نوعی نشون دهنده ملیت هستن و ملیت هم نوعی صفته. حالا در مورد ترتیب صحبت نمی کنیم ما دوستان، دقت کنیم ما فقط داریم در مورد انواع صفت با هم صحبت میکنیم. ترتیب ان شاءالله توی اسلاید بعدی آموزش میدم. خب حالا من منبع آموزشیمون هم دوستان عزیزی که حالا ویدیوهای آموزشی رو بنده رو میبینن میدونن که انگلیش گرامر این یوزه. ولی خب تو بحث صفت من این کتاب یه خورده سطحش بالا بود، برای همین گفتم حداقل پایه مباحث رو خودم اینجا بنویسم توضیح بدم، بعد ادامه مباحث در مورد صفت رو میریم از اون کتاب ادامه بدیم انشالله. و آخرین نوع صفت ما جنس هستش. الان مثلا میگم اون پارچه نخیه، پشمیه، نمیدونم کتانه، اینا همشون به نوعی نشون دهنده جنس هستن. جنس هم یه صفته. میگم پارچه کتان، دارم پارچه رو با کتانیش در حقیقت توصیف میکنم. یا طلایی، گلدن مثلا تیبل، یه میز طلایی. پلاستیک مثلا بگ، یه کیف پلاستیکی، دارم کیف رو با پلاستیکیش با جنسش توصیف میکنم. پس چی شد؟ تعداد، کیفیت، اندازه، سن یا قدمت، شکل، رنگ، ملیت، جنس. آقا اینا تنها تقسیم بندی صفت نیستن. ما یه سری صفت مثلا comparative، صفت مقایسه‌ای داریم، یه سری صفت‌های بی‌قاعده داریم، صفت تفضیل داریم یا عالی. اینا رو هم تو ویدیوهای بعدی انشالله بررسی میکنیم. این پایه ترین و سطحی ترین تقسیم بندی صفت هستش که چون من میخوام ترتیب صفت رو میگم، تو ترتیب صفت فقط اینا مهمه نه سایر تقسیم بندی ها، وگرنه میتونم برات n تا تقسیم بندی از صفت بیارم، ولی اینا فعلا برات مهمه. این نکات رو در نظر داشته باش. انشالله تو ویدیوهای بعدی خیلی کاملتر برات توضیح میدم، این مبحث صفت رو با هم کامل یاد میگیریم. خب حالا یه مثال رو اینجا با هم بررسی بکنیم. میگه there are two beautiful Chinese cups on the table. There are two beautiful Chinese cups on the table. میگه 2 عدد لیوان چینی زیبا روی میز وجود دارد. 2 عدد نکن 2 لیوان چینی زیبا روی میز وجود دارد. نکنید شمارنده 2 beautiful یعنی زیبا، داره کیفیت رو نشون میده، داره یه ایده و نظری رو نشون میده. beautiful زیبا، این یک ایده است دیگه، ممکنه از نظر من زیبا باشه، از نظر یکی زشت باشه، پس این ایده رو داره نشون میده. الان تو بحث گرون بودن ارزون بودنم ممکنه یه چیزی برای من گرون باشه ولی برای یه پولداری ارزون باشه، پس اینا نشون دهنده یک ایده هستن، فکر و نظر هستن و ممکنه از شخصی به شخص دیگه متفاوت باشن. چاینیز چینی، این نشون دهنده ملیت. کاپ لیوان، اینم اسم خودمونه، یعنی
داریم این اسم رو توصیف میکنیم. این هم این سه تا صفتی که اینجا وجود داره، صفت 1 2 3 داره این اسم رو توصیف میکنه، هر کدوم یه ویژگی اونو میگن. خب بریم اسلاید بعد. الان که در مورد انواع صفت با هم صحبت کردیم، میام در مورد ترتیب صفات هم با هم بحث بکنیم که یک موضوع بسیار بسیار مهمیه. ولی خب من یه چیزی بگم حالا اینجا، ما هیچ موقع این همه صفت برای توصیف یک اسم به کار نمیبریم. من نگاه کن این جمله رو، این جمله اصلا غیر عادیه. ما نمیتونیم بگیم که یک میز جدید قهوه‌ای زیبای دایره‌ای نمیدونم چینی فلان برات خریدم. اصلا ما خودمون تو فارسی که اینو استفاده نمی‌کنیم، درسته؟ ولی خب یادگیریش برای ما بهتره. چرا؟ چون یادگیری اصولی یک زبان بهتره. فردا پس فردا وقتی فرض مثال یکی حالا قصد شرکت تو آزمون ارشد رو داره، حالا توی کنکور که زبان انگلیسی به رحمت خدا رفته نیست توی در حقیقت دروس عمومی، ولی خب توی هر موردی، حالا یکی که میاد آزمون آیلتس بده، تافل بده، هر آزمونی چنین مواردی کم هم باشه وجود داره توشون. حداقل طرف میتونه بدونه که این ترتیب واقعا رو چه حسابی هستش. خب نگاه کنید، من حالا توی اسلاید قبلی هم نشون دادم، اینجا من از ترتیب رو مشخص کرده بودم. یعنی نگاه کن ترتیب اینطوری داره میره، این اولیشه تا میره به آخر. ولی خب اینجا هم وجود داره. نگاه کن اسم من اینجاست، نگاه کن اسم توی قسمت راست. الان نگاه کن اینجا کارز ماشین یه اسم دیگه، درسته؟ توی قسمت راست من قرار داره. صفت ها توی قسمت چپ قرار داره، درسته؟ گفتیم صفت قبل اسم میاد. اگه ویدیو جلسه قبل رو دیده باشیم ما اینو آموزش دادم. صفت قبل اسم میاد همیشه. توی انگلیسی ها، توی فارسی بعد اسم میاد. میگم گل زیبا، اینجا گل اسم، صفت زیباست بعد اسم اومده. ولی توی انگلیسی برعکسه، انگار میگیم زیبا گل، اول صفت رو میاریم بعد اسم رو. الان اینجا اسم اومده قبل اون صفت. اینا همه اینا صفت های من هستن. حالا یکی یکی اینا نگاه کن. اول شمارنده، پس اول عدد میاد. 2 کیفیت یا ایده یا فکر میاد. 3 اندازه میاد. 4 سن یا قدمت میاد. 5 شکل میاد. 6 رنگ میاد. 7 ملیت و 8 جنس. پس اینا رو فهمید. 8 تا صفت نگاه کن اینجا با این علامت هم مشخص کردم. از اینجا شروع میشه میره به این طرف. دقت کنید. حالا اینم کلمه رمزشه، از چپ به راست. نگاه کن اومدم از این طرف، از در حقیقت اسم شروع کردم. اول هر کدوم از اینا رو برداشتم گذاشتم اینجا، یه کلمه رمزیه. اگه اینو حالا یه کلمه بی‌معنی هستش به یادت بسپری، حداقل میتونه کمکت بکنه تو حفظ چنین ترتیب صفاتی. فقط دقت کنید موقعی که میخواید این ترتیب رو استفاده کنید از چپ به راست باید استفاده کنید، ولی وقتی میخواید بخونید از راست به چپ. الان نکن اسم اولش اینجا اومده جنس ملیت اینجا اومده. اجمر ره هم برای رنگ، اجمر شگاه شکل، گ برای چیه؟ گگاشو برای قدمت، شگاه این اندازه، کش یعنی کیفیت و شمارنده. ولی وقتی که بخوایم به کار ببریم از این طرف شروع میکنیم. نکن اینجا اول شمارنده اومده بعد اندازه اومده، یعنی از این طرف شروع میکنیم. خب این مثال رو بررسی بکنیم با هم. میگه I bought some small new white Italian cars for the company. یا برام بخونیم. I bought some small new white Italian cars for the company. من تعدادی ماشین جدید کوچک، نکن ماشین جدید کوچک سفید ایتالیایی برای شرکت خریدم. همه اینا داره ماشین رو توصیف میکنه. نکن توی فارسی اول اسم اومده بعد صفت ها اومده، ولی توی انگلیسی نکن اول صفت ها اومده بعد این اسم من اومده. این هم تفاوته در حقیقت جایگاهشون. خب نکن سام یعنی چی؟ معنیش یعنی تعدادی. حالا اینجا یه استثناست. تعدادی یک داره مقدار رو نشون میده، داره یه عدد تقریبی هستش، درسته؟ پس شمارنده من هست که اول اومده. small اندازه، کیفیت که ندارم تو اینجا، پس بعد کیفیت چیه؟ اندازه است، اندازه اومده. سن و قدمت دارم، نیو نشون دهنده جدید بودن. شکل ندارم، شکل رو نگفته ولی رنگ اومده، بعد شکل باید رنگ بیاد. بعد رنگ ملیت را آورده که درسته.
بعد جنس هم نداریم، مستقیما اسم آورده. قرار نیست همه اینا رو بیاریم ما دوستان، دقت کنیم، ممکن اصلا یکیش نباشه. خب پس چی شد؟ اجمر، شگاکش. اول شمارنده، کیفیت، ایده یا نظر، اندازه، سن یا قدمت، شکل، رنگ، ملیت، جنس و در نهایت اسم. این ویدیو رو حالا ناچاریم که این موارد رو حفظ بکنیم. خب شما دوستان عزیز میتونید یه اسکرین شاتی اون قسمتی که حالا بنده ننوشتم یه اسکرین شاتی بگیرید، اینا همیشه پیشتون بمونه و اینو حفظ بکنید. اگه حفظ بکنید کارتون خیلی راحت. بیام یه چند تا تست با هم حل بکنیم، خیلی راحتن. من تون برمیگردم اسلاید قبلی تا اون مرتبه رو رعایت بکنیم. تست اول میگه My brother has bought 2 جای خالی pens. میگه برادر من خریده 2 تا خودکار چی؟ بیان بگزینه ها. Japanese red cheap. ژاپنی قرمز ارزون. گزینه 2 قرمز ارزون ژاپنی. گزینه 3 قرمز ژاپنی ارزون. 4 ارزون قرمز ژاپنی. خب خیلی راحته، دارم ترتیب صفات رو بررسی میکنم دیگه، درسته؟ خب بیایم ببینیم، بریم اسلاید قبلی. اولین در حقیقت ترتیب من چیه؟ شمارنده. گفتیم از این طرف باید شروع بکنیم رمز رو. ش شمارنده است. بیایم ببینیم اینجا عدد وجود داره تو این تست. خیلی بخشید. خب بیایم ببینیم اینجا عدد داریم. نه، کلا من هیچ عددی اینجا ندارم. این ژاپنی ملیت، این قرمز رنگ، اینم رنگ، اینم که کیفیته. درسته؟ چیپ یعنی ارزان. خب برگردیم، بعد شمارنده عدد چی اومده؟ کیفیت. خب برگردیم بازم به این تستامون. خب ببینیم کدوم یک از اینا کیفیت داره. نکن این ملیت اولیه، دومیه و سومیه رنگ و چهارمیه فقط ملیت هست. پس به همین سادگی میتونیم بگیم که گزینه 4 جواب درست ما هست. پس دقت بکنید که ترتیب صفات تو اینجور موارد میتونه به ما کمک بکنه. خب سوال 2 میگه I am looking for a blank space dress for my daughter. میگه من دنبال یه لباس جای خالی برای دخترم هستم. یه لباس چی؟ بیایم گزینه ها. Small pink cotton. کوچک صورتی از جنس کتان. گزینه 2 کوچک از جنس کتان صورتی. گزینه 3 صورتی کوچک از جنس کتان. 4 از جنس کتان کوچک صورتی. خب حالا بازم برگردیم به اسلاید قبلی. اولین صفت من چیه؟ شمارنده است. بیام ببینم اینجا شمارنده وجود داره. خب نگاه میکنم هیچ شمارنده‌ای وجود نداره. دومین صفت من چیه؟ کیفیت. بیام ببینیم اینجا کیفیتی وجود داره. نه، هیچ کیفیتی رو هم باز من توی موارد اول نمیبینم. برگردیم. مورد سوم اندازه هست، کوچک و بزرگ بودن. بیام ببینیم. خب بله، گزینه 1 اندازه آورده، گزینه 2 هم اندازه آورده، گزینه 3 رنگ را آورده، حذف میشه. گزینه 4 هم کتان جنس را آورده، پس حذف میشه. گزینه 3 و 4 حذف میشه. خب حالا بعد اندازه اینجا رنگ آورده، اینجا جنس آورده. برگردیم ببینیم. جنس آخرین صفت من بود و رنگ قبل اونه. پس به همین سادگی من میتونم بگم که اینجا جواب ما گزینه 1 هستش و گزینه 2 حذف میشه. و اما آخرین تست ما. خب حالا دوستان دقت کنن که این 2 تا تستی که اینجا وجود داره، اینا رو من از تست های کنکور گرفته بودم، یعنی تست های زبان انگلیسی کنکور. خب حالا میبینید خیلی راحته، یعنی یه ترتیب صفات رو شما بلد باشید میتونید حتی تست کنکور رو هم بزنید، حتی اگه سطح چندان خیلی خوبی هم تو زبان انگلیسی نداشته باشید. خب این گزینه سوم هم مربوط به کنکوره. البته این گزینه 1 هم توی یک کتاب سطح بالا من گرفته بودم. میگه my friend has a woolen rug on the floor in her bedroom. میگه دوست من داره یه دونه روفرش یا فرش پشمی روی حالا در حقیقت رو زمین در حقیقت اتاق خوابش. خب میگه دوست من یه دونه فرش پشمی یا روفرش پشمی رو زمین اتاقش داره. یه روفرش در حقیقت پشمی چطور؟ حالا بیام اینجا. خب حالا نگاه کن، وولن پشمی،
این جنس دیگه دوستان، درسته؟ خب حالا این نوشتن برای من سخته، این جنس رو داره نشون میده دیگه، درسته؟ نکن پس جنس رو آورده خودش. یعنی چی؟ یعنی آخرین بخش صفت من که جنس هست اینجا آورده، بعد اونم اسم میاد. پس اینجا ما در حقیقت میخوایم این راگ که همون فرشی و رو فرشی هست رو توصیف بکنیم، یعنی اسم ما، موصوف ما این راگ هست. خب حالا بیام اینجا گزینه یک lovely، دوست داشتنی. دوست داشتنی یعنی چی؟ ممکن از نظر من دوست داشتنی باشه، از نظر یکی بد باشه، پس این داره کیفیت رو نشون میده. کیفیت lovely long gray، دوست داشتنی بلند، در حقیقت گری هم یعنی خاکستری، رنگ. گزینه 2 میگه بلند دوست داشتنی خاکستری، گزینه 3 میگه خاکستری دوست داشتنی بلند، گزینه 4 میگه بلند خاکستری دوست داشتنی. خب الان بیایم به این بخش. اولین صفت ما گفتیم شمارنده است. من توی این گزینه ها هیچ شمارنده ای رو ندیدم، یعنی هیچ عددی وجود نداشت. بعد اون چیه؟ کیفیت. آقا من کیفیت دارم، یه دونه کیفیت فقط دارم دیگه، درسته؟ و السلام، توی گزینه یک کیفیت دارم، تموم شد. به همین سادگی میتونیم بگیم که گزینه یک جواب ما هستش، چون لاویلی دوست داشتنی نشون دهنده یک در حقیقت کیفیت هستش. به همین سادگی میتونیم موارد رو حل بکنیم و تمرینات رو انجام بدیم. خب دوستان عزیز، اینم در حقیقت جلسه 28 از سری جلسات آموزش زبان انگلیسی. امیدوارم این ویدیو و این آموزش برای دوستان مفید بوده باشه. هر امری، حدیثی، انتقادی از ویدیوها، از نحوه آموزش داشتین، دوستان عزیز میتونن در فضای مجازی از هر برنامه‌ای که دلتون خواست با من در ارتباط باشن. تا ویدیوی دیگه و یا آموزش دیگه، شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.